نرم خفیف کننده همین هنری سرود ایجاد کنی در من هست. همین بکش کنم شعر نویسم سرود ایجاد کنم. راست دیگر پیش از سازمان بسیار پستی بلندی ها بود. کم گلچین یا رفیقانی بودن که دستگیری میکردن. آدمای سنگدلی شهری شما. من یک خیلی بودم که هیچ وقت راه شدن نمیشم هیچ وقت. من باز روی صحنه شدم لیکن که نه همچون حجمیگور همچون سراینده. دو آرزو دارم. اول اینکه یک خانه خرم برای که اجاره نشینی پی این 17 سال با من به نهایت زور اومد و یک آرزوی دیگری من اون است که من میخوام یک دسته هنری با آدمانی تربیت دارن لیکن به نهایت با مهارت هستن. میخوام با همراهی آنها یک دسته هنری بشم چرا که آنها هم آرزوی صحنه دیدن دارم. یک روزای سخت بود راه افتاده نشدم. برای همین به دیگران گفتنی هستم که هیچ وقت ناامید نشوید زیرا که آن شعله‌ای که در دل همه شما هست و حال هم گریان است و باید که شخصا خودتون باید که آبتاب داده برارید. هیچ وقت راه افتاده نشوید چلی که شاعر گفته است از ناامیدی ها بس امید است پایان شب سیاه سفید است. Спасибо. بسیار دوستانی که گم کرده بودم آنها رو باز اثر من پیدا کردم. تمام آنها که به من آواز دادن من منت دارم. پیش در مهلت همین 16 سال آزادانه مگزین مغازه میرفتم بازار میرفتم پکای نه به یکون پرابلم حاضی باشد نه با همون لحظه عجایبی که میشناسن میستن سویا دست میپرسن عکس میکنن صورت میگیرن یک گویا که من از سر نو در روی صحنه از سر نو تولد شدم باری نخست این حسیات رو من گفته نمیتوانم راست دیگر یک کودکی میده بازی داشت من از پیششون گذاشته ایستاده بودم که بعد گشته بودم هی بابا جان ها در تلفنی دادم یه مردک شعر خوند که مردک چلاق شمایه خندم گفتم وجه بابا جان من از خرسند شدم یک خرسندی یک الهام بخش میکند آدم به نهایت امید به آینده زیاد میکند که میگه که تمام محمد حنکون از سر کارگیر میانه بند ایجاد من از تو ای خدای عاشقیم و مدد میپرسم این شب یار بین ما که ما دو عاشقی به دوست و آشنا شدم سرسان و سرگردان در این راه. تو بودی اولینی من سرود آخرینی من خدایا عاشقم امروز که گویم تو عزیزی من.